پیش از آغاز هر حمله، هکرهای سایبری به شبکه‌های دفاعی، رادارها یا سیستم‌های ارتباطی دشمن نفوذ کرده و آنها را مختل یا جریان اطلاعاتیشان را کور می‌کنند. در همان زمان تحلیلگران اطلاعاتی داده‌های ماهواره‌ای، سیگنال‌های رادیویی رهگیری شده و داده‌های سایبری را ترکیب می‌کنند تا تصویری کامل و زنده از میدان نبرد ایجاد کنند. این هم‌افزایی یک شبکه اطلاعاتی تسخیرناپذیر ایجاد می‌کند که در آن پهپادها تنها بازوی ضربتی هستند و مغز متفکر در پشت صحنه‌های سایبری و اطلاعاتی قرار دارد. نتیجه گیری، ظهور دکترین جنگ نامتقارن شبکه محور و ترکیب این فناوری‌ها از پهپادهای ملخی ساده گرفته تا مینی موشک‌های جت، ریز پهپادهای فیبر نوری، هوش مصنوعی خودمختار، حملات سایبری و چشمان فضایی ماهواره‌ها تنها یک چیز را نشان می‌دهد: ظهور عصر جدیدی از جنگ‌های فوق پیشرفته، نامتقارن و بسیار فناوارانه.